کاری است از کانال هتروتوپیا. امروز میخوایم یک بحث خیلی عمیق و جالب رو باز کنیم. الان دیماه 1404 هست و هنوز، یعنی بعد از چند سال، شعار زن، زندگی، آزادی نه فقط یه موضوع زنده که برای بعضی‌ها یه موضوع خیلی حساس و حتی تفرقه آمیزه. آره، این شاید عجیبترین بخش ماجرا باشه. دقیقاً ما با یک مقاومت سرسختانه در برابر این شعار مواجهیم. اون هم نه از طرف حکومت، بلکه از طرف بخشی از نیروهای اپوزیسیون، به طور مشخص بعضی از پهلوی دوستا. این واکنش برای خیلی یه شوک بود. یک شوک واقعی بود. و یه سوال بزرگ ایجاد کرد. چرا یه شعار که انقدر انسانی و جهان شمول به نظر میاد برای یه عده انقدر مسئله ساز میشه؟ مشکل دقیقاً کجاست؟ بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم. دقیقاً نکته همینجاست. ببین، چیزی که این بحث رو خیلی جذاب میکنه اینه که ما با یه سوء تفاهم ساده طرف نیستیم. اینجوری نیست که بگیم یه عده با آزادی زنها یا مفهوم زندگی مخالفن. نه قطعاً. این مقاومت ریشش در یک اضطراب خیلی عمیق‌تره. یک اضطراب در برابر یه تغییر بنیادین که توی ذهنیت جمعی و تخیل اجتماعی ما ایرانی‌ها داره اتفاق میفته. تخیل اجتماعی؟ آره، برای همین این بحث دیگه فقط سر یه شعار 3 کلمه‌ای نیست. بحث سر تعریف خود ایران و هویت ایرانی هستش. خیلی خوب گفتی. خب بیا از اولین لایه شروع کنیم. یکی از رایج‌ترین واکنش‌ها که منم زیاد شنیدم این بود که کل ماجرا رو تقلیل میدادن به یه چیز خیلی سطحی. مثلا میگفتن خب این که مسئله مهمی نبود، زنا میخواستن حجابشون رو بردارن، الانم که کسی حجاب سفت و سختی نداره، پس قصه تموم شده. انگار کل اون خیزش رو به یه جنبش سبک زندگی تقلیل میدادن. دقیقاً. این تقلیل دادن در واقع نادیده گرفتن قلب ماجراست. درسته که جرقه اولیه با قتل مهسا و مسئله گشت ارشاد زده شد، اما مسئله هرگز و هرگز فقط حجاب نبود. خیلی فراتر بود. که از بیرون به یه پدیده نگاه کنه و فقط ظاهری ترین لایش رو ببینه. و این بیگانگی جاهای دیگه هم خودش رو نشون میداد. یادم اون جمله معروف که با یه حالت تمسخرآمیز میپرسیدن مگه الان هنوز زنها توی خونه هاشون کتک میخورن؟ گفتی. نکته تکان دهندش اینجا بود که تو همون جمع‌هایی که این حرف زده میشد، زنهایی بودن که خیلی صریح میگفتن بله من کتک میخورم، هنوز هم میخورم. و اون لحظه چه سکوتی میشد. دقیقاً. این یه شکاف شناختی عمیق رو نشون میداد. شکاف بین اون چیزی که یه عده تصور میکردن واقعیت جامعه است و اون واقعیتی که میلیون‌ها نفر هر روز زندگی میکردن. اینجاست که باید به یه گزار خیلی مهم توجه کنیم. ببین، جنبش زنان تو ایران ده‌ها بود که به شکل آروم و پیوسته تو حوزه‌های خصوصی مثل خونه و خانواده فعالیت میکرد. مبارزه برای حق طلاق، حضانت. دقیقاً. مبارزه و خشونت خانگی. اینا همه تلاش‌های طولانی و خاموشی بودن. کاری که خیزش زن زندگی آزادی کرد این بود که این کنشگری رو با یه نیروی عظیم از حوزه خصوصی پرتاب کرد به فضای عمومی و سیاسی. یعنی از تو خونه آوردش تو خیابون. آره، یه دفعه مسئله‌ای که تو 4 دیواری خونه‌ها پنهان بود تبدیل شد به اصلی ترین مسئله سیاسی کشور. اینجا بود که مسئله زنان دیگه فقط مسئله زنان نبود. به نماد یه وضعیت عمومی‌تر تبدیل شد. بسیار خوب. این نکته کلیدیه. پس اگه مسئله فقط زنا نبودن، چی بود؟ اگه حجاب فقط یه جرقه بود، اون آتش اصلی کجا بود؟ ببین، کلمه زن تو این شعار نماد یه وضعیت گسترده تر شد. وضعیت فرودستی. فرودستی یا سابالترنتی. این اصطلاح برای توصیف تمام گروه‌هایی که تو ساختار قدرت صداشون شنیده نمیشه، به حاشیه رنده شدن و دیده نمیشن. ما تو ایران انواع و اقسام فرودستی رو داریم. قومی، مذهبی، جنسیتی، طبقاتی. مرکز در برابر پیرامون. دقیقاً. کاری که این جنبش کرد این بود که انگار ذره‌بین رو برداشت و گذاشت روی تمام این فرودست‌ها. اونا رو از سایه آورد بیرون، مرئیشون کرد و بهشون یه صدای مشترک داد. زن نماد تمام اونایی شد که تو حاشیه بودن.
وای اینجا جاییه که بحث واقعاً هیجان انگیز میشه، چون ما اینو به چشم دیدیم. برای اولین بار تو تاریخ معاصر ما اسم بلوچ به شکل جدی و محوری وارد زبان سیاسی و مدنی جریان اصلی شد. کاملا درسته. اگه برگردیم به 88 یا 98 با تمام اهمیتشون، بلوچ‌ها تو خاطره جمعی ما تقریباً نامرئی بودن. صداشون رو اینطوری نمیشنیدیم. همینطور عربای خوزستان، کردها و خیلی های دیگه. این جنبش دیوار این نامرئی بودن رو شکست. من یادم تو اون دوره فید شبکه‌های اجتماعی من کلاً عوض شده بود. داشتم از زبون کسایی میشنیدم و از جاهایی میدیدم که صادقانه بگم قبلاً کمتر بهشون فکر کرده بودم. انگار نقشه ایران تو ذهنم داشت دوباره کشیده میشد. مشترک برای خیلی ها بود. و این اتفاق فقط برای اقلیت‌های قومی نیفتاد. برای اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هم همینطور بود. تو فضای به شدت بسته دانشگاه‌ها برای چند ماه یه امکان بی‌سابقه فراهم شد. چه امکانی؟ امکانی که افراد بتونن هویت جنسیتی و گرایش عاطفیشون رو کمی راحت‌تر زندگی کنن. این فقط یه تجربه شخصی نبود. این نشونه یه امکان اجتماعی کوتاه اما خیلی واقعی بود که قبلاً به این شکل وجود نداشت. هرچند بعدش هزینه‌های سنگینی هم داشت. قطعاً با سرکوب‌های سنگین هزینه پرداخت شد. اما خود اون تجربه یه چیزی رو برای همیشه تغییر داد. پس ما با یه اعتراض ساده علیه قانون طرف نبودیم. انگار یه چیز کاملا جدید داشت شکل می گرفت. کارگرا، دانشجوها، اقوام مختلف از بلوچستان تا کردستان همه زیر یه پرچم نانوشده جمع شدن. دقیقاً. اینجاست که میرسیم به اون مفهوم کلیدی که گفتی، تخیل اجتماعی. قبل از اینکه جلوتر بریم یا این مفهوم رو یکم باز کنیم. وقتی میگیم تخیل اجتماعی، دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ سوال خیلی خوبیه. ببین، تخیل اجتماعی یا social imaginary تو ساده ترین تعریفش مثل یه خودنگاری‌های جمعی میمونه. تصویریه که یه ملت یا یه جامعه از خودش تو ذهنش داره. آها، یعنی این که ما فکر میکنیم ما کی هستیم؟ دقیقاً. مجموعه‌ای از باورها، داستانها، نمادها و ارزش‌های نانوشته که به ما میگه ما کی هستیم، چی برامون مهمه و چه آینده‌ای برای خودمون میبینیم. این تصویر انقدر بدیهیه که ما معمولاً بهش فکرم نمی‌کنیم، فقط توش زندگی می‌کنیم. مثلا تصویر غالب از ایران چی بوده؟ برای ده‌ها تصویر غالب یک کشور یکپارچه، متمرکز و با یه هویت ملی واحد و مسلط بوده. و اینجا بود که مرگ مهسا امینی با تمام ویژگی‌هاش به این تصویر غالب یه ضربه زد. اینکه زن بود، کرد بود و از یه شهر کوچیک یا به قول معروف شهرستانی بود. اون رو به نماد کاملی از تمام اون حاشیه‌ها تبدیل کرد. اونقدر عادی بود که خیلی‌ها تونستن خودشون رو، ترس‌هاشون رو، سرکوب شدگیشون رو تو وجود اون ببینن. مرگشون تلنگر بود. نه، مرگش اون شکاف بود. چیزی که بعدش اتفاق افتاد دیگه فقط یه واکنش احساسی و همدردی نبود. اون همدردی اولیه خیلی سریع به یه آگاهی سیاسی جدید تبدیل شد. لحظه تولد یه چیز جدید. لحظه تولد یک تخیل اجتماعی جدید. تخیلی که برای اولین بار امکان تصور یک جامعه متکثر رو به شکل جدی فراهم کرد. جامعه‌ای که توش هویت‌های مختلف به رسمیت شناخته میشن و قرار نیست توی هویت بزرگتر حل یا حذف بشن. این یه پارگی تو اون خودنگاره قدیمی بود. چه تعبیر جالبی، پارگی. آره، مثل اینه که یه نقاشی قدیمی و آشنایی یهو از وسط پاره بشه و از میون اون شکاف یه منظره کاملا جدید و متفاوت دیده بشه. دیگه نمیتونی اون منظره جدید رو نادیده بگیری. بسیار خوب. این توضیحات تصویر رو خیلی روشن‌تر کرد. حالا با این مقدمه برگردیم به سوال اصلی. چرا بعضی جریانا مثل پادشاهی خواهان اینقدر با این شعار و این جنبش مقاومت میکنن؟ حالا میتونیم ریشه‌های مقاومت رو بهتر بفهمیم. مسئله ناتوانی در تحمل این دیگری هستش. این ایران دیگری که تو دل زن زندگی آزادی خودشو نشون داد. ایران متکثر. آره، ایران متکثر، ایرانی که توش فرودستان صدا دارن، ایرانی که رابطه مرکز و پیرامونش باز تعریف میشه. این تصویر جدید با اون تصویر یکپارچه متمرکز و پدرسالارانه‌ای که بعضیا تو ذهنشون دارن در تضاد کامله.
این مقاومت در واقع دفاع از اون خودنگاره قدیمی در برابر این پارگی جدیده. یعنی برای همینه که سعی میکنن با برچسب‌هایی مثل تجزیه طلبی، چپگرایی یا فمینیسم رادیکال این جنبش رو بی‌اعتبار کنن. دقیقاً همینه. این برچسب‌ها بیشتر از اینکه یه نقد تحلیلی باشن، یه واکنش دفاعی هن. وقتی نمیتونی با محتوای یه پدیده جدید روبرو بشی، ساده ترین کار اینه که بذاریش تو قالب‌های آشنا و از قبل منفی شده قدیمی تا راحت‌تر ردش کنی. مثلا میگن اینا تجزیه طلبن. تا به مطالبه به حق اقوام برای دیده شدن پاسخ ندی. یا برچسب فمینیسم افراطی میزنن تا عمق ستمی که بر زنان رفته رو نادیده بگیرن. این یه مکانیسم روانیه برای حفظ اون تصویر قدیمی آشنا. میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. کسی از اون دیدگاه نمیتونه بگه این اصرار بر وحدت از سر بدخواهی نیست، بلکه یه ضرورت استراتژیکیه. منظور چیه؟ یعنی بگه در برابر یه دشمن بیرحم مثل جمهوری اسلامی، این حرفا از تکثر و هویت‌های مختلف باعث تفرقه میشه و جبهه مخالفان رو ضعیف میکنه. این یه استدلال خیلی رایج و مهمه و باید جدی گرفتش. از اون منظر، اولویت مطلق سرنگونی حکومته و هر بحث دیگه‌ای باید به بعد موکول بشه. خب، اما پاسخی که از در گفتمان زن زندگی آزادی به این استدلال داده میشه اینه. اون وحدتی که شما ازش حرف میزنید، اگه قرار باشه به قیمت نادیده گرفتن و ساکت کردن بخشای بزرگی از جامعه به دست بیاد، یه وحدت واقعی نیست. یه وحدت مصلحتیه یعنی. آره، از بالا به پایینه. طرفدارای این نگاه جدید معتقدن که دقیقاً همین مدل وحدت مبتنی بر حزب بود که ایران رو به اینجا رسوند. پس راه حل بازگشت به همون مدل شکست خورده نیست، بلکه ساختن یه اتحاد جدید بر پایه به رسمیت شناختن همین تفاوت‌ها. نه، بحث سر تعریف خود اتحاده. از یه طرف نگاهی که میگه اتحاد یعنی همه زیر یه پرچم بیان، از طرف دیگه نگاهی که میگه اتحاد یعنی پرچم‌های مختلف بتونن کنار هم بایستن. درسته. و مسئله اینجاست که تجربه این پارگی برای خیلی‌ها اونقدر عمیق بوده که دیگه نمیتونن به سادگی به تصویر قبلی برگردن. این اثر لجه‌بازی نیست یعنی. اصلاً حاصل یک آگاهی جدیده. زن، زندگی، آزادی. یه لحظه رمانتیک یا یه هیجان گذرا نبود. یه راپچر یا همون گسست بنیادین بود. یه چیزی تو تخیل اجتماعی ما برای همیشه پاره شد. تلاش برای برگردوندن همه چیز به قبل از این پارگی، تلاش برای انکار تجربه که هزاران نفر با بدن و جونشون لمس کردن. مثل اینه که از کسی که برای اولین بار رنگ‌ها رو دیده بخوای دوباره دنیا رو سیاه و سفید ببینه. دقیقاً. یه درخواست غیر ممکنه. و شاید حتی غیر اخلاقی. این که از دیگران بخواین تجربه دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن برای اولین بار رو انکار کنن، فقط برای اینکه یه تصویر قدیمی و آشنا برای یه عده دیگه سر پا بمونه. این یعنی خواستن از فرودست برای اینکه دوباره به جایگاه فرودستیش برگرده. خب، فکر میکنم به یه جمع‌بندی خیلی خوب رسیدیم. پس زن، زندگی، آزادی یه شعار مصرف شده یا یه مطالبه محدود نیست. نام یک شکاف عمیقه. نام یک امکان جدیده. نام چیزیه که یک بار دیده شد و دیگه نمیشه اون رو ندید. این شعار اسم رمز گذر از تصور یه ایران یک دست به تصور یه ایران متکثره و تمام دعواها هم سر همینه. کشمکشی است بر سر اینکه کدوم یک از این دو تصویر آینده رو خواهد ساخت. و این یه سوال خیلی مهم و عملی رو پیش روی همه ما میذاره. چه سوالی؟ اگه این جنبش تونست یه راه جدید برای تصور کردن یه ایران متکثر ایجاد کنه، قدم‌های عملی برای تبدیل این تخیل به یه واقعیت اجتماعی یا سیاسی چیه؟ موانع اصلی کدوما هستن؟ و مهمتر از همه، چطور میشه بر اساس یه پارگی و یه شکاف چیزی نو ساخت؟ به جای اینکه تمام انرژیمون رو صرف تلاش برای وصل زدن اون پارگی کنیم. این سوالیه که شاید پاسخ بهش مسیر آینده رو مشخص کنه.